خب من صفر تا صد تغذیه زدن رو بهتون نشون میدم که ببینید چجوریه. اون سری که من داشتم کار میکردم دوربین لوپ نبود و نمیشد، ولی الان دقیقا بهتون نشون میدم که چجوریه. فقط مواظب باشید که مشکل درست نکنید واسه یه مدار. حالا من شروع میکنم به کندن آیسی تغذیه. نگاه کن، اولا نقطه آیسی تغذیه رو پیدا میکنیم که این بالاست. حالا بازم تمیز ترش میکنیم که راحت تر ببینیم واقعا همون بالاست یا نه. بعضی موقع میبینی یه خال روغن روش میفته و نمیشه فهمید. حالا ما دوباره تمیزش میکنیم که ببینیم واقعا همونجا هستش یا نه. اگه اونجا بود که شروع میکنیم به کندنش. خب خشکش میکنیم که ببینیم واقعا همونجا هستش یا نه. بله، نقطه به سمت بالای، نقطه آیسی به سمت بالا و سمت گوش است. یکم فلکسی میزنیم اینجا که با باد هیتر بره داخل. فنسی که باش آیسی رو برمیداریم و روی آیسیمون میگیریم حرارتمون و حرارت هیترمون رو یک جوری دستمون رو میزنیم که راحت تر بتونیم آیسی رو بگیریم. از جایی که راحت تره آیسی رو نگه میداریم. حالا هر کی یه روشی داره، یکی وای میسته گرم بشه کامل بعد ورش میداره. حالا اونایی که معتادی هستن میتونن آیسی رو نگه دارن. من خودم هم آیسی رو نگه میدارم چون خوشم نمیاد که تکون بخوره این ور اون ور بره. سعی میکنم که آیسی رو نگه دارم. بعد حرارت روش میگیرم تا زمانی که ذوب بشه قلش. یکم بیارم پایین تر که راحت تر دیده بشه. چون قلش اولین باره داره میشه یکم طول میکشه. اصلا عجله نکنید، فشارم نیارید، بدونی که پایه ها کنده بشه درش بیارید. با قلکش شروع میکنیم برای تمیز کردن این پایه ها. این فیلم چون طولانی میشه من تیکه تیکه شو میذارم داخل یوتیوب، ولی کاملش رو میذارم. به این صورت قلکش رو میذاریم روش یواش، اصلا عجله ای نداریم و با هویه یواش یواش روش سعی کنید قلکش رو بکشید، با هویه نیایید که روش مشکل دار بشه پایه ها رو بکنید. بعد یک چیزی هم که هست، هویه وقتی پر میشه اینجوری قل میندازه. سیم هویتون وقتی پر میشه این هر چقدر میکشید انگار نه انگار. و سعی کنید که هر سری هویتون رو سیم قلکشتون رو تمیز کنید، یعنی ببرید کوتاش کنید که راحت تر بتونید. از سیم قلکش های مرغوب استفاده کنید که مشکل پیدا نکنید. اگه یواش این کارو بکنید هیچ چسبندگی به هم دیگه پیدا نمیشه. اگه هم چسبندگی هم دیدید مشکلی نیست، میتونید با یووی جداش کنید و 100% باید جداش کنید. نگید که نمیدونم این دو تا با هم دیگه یکی هن، احتیاجی نیست جدا بشه فلان. نه، باید حتما جدا بشه. اونجوری بود خود شرکتم جداش نمیکرد.